الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. بردار درباره زنا و عاقبت او، چی عاقبت داره و چی بدبختی ها داره زنا. خداوند عز و جل در سوره فرقان 68 69 آیت می‌فرماید که والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، آنانی که به خداوند یگان کسی دیگر غیر خداوند یگان کسی دیگر غیر خداوند یگان کسی دیگر لا يدعون مع الله إلها آخر، غیر خداوند یگان کسی دیگر خدای دیگه نمیگیرن، یکی معبود غیر خدا، معبودی به حق غیر خدا، غیر خداوند ما معبودی دیگه نمیگیرن، خدای دیگه نمی عبادت نمیکنن. ولا يقتلون النفس، آنانی که چی نفسی بیگناه نمیکشن، نفسی که خداوند او را حرم کردگی است. حرم الله الا بالحق، به حق فقط نفس باید بکشی تمام بالحق. ولا يزنون، و زنا نمیکنن. و من يفعل ذلك يلقى اثاما، کسی که این کار میکند روز قیامت جوابگر است. گناه یعنی چی؟ گناه روز قیامت گناه میکند و روز قیامت جزا میگیرد. یضاعف له العذاب، چیکارش میکنن؟ گناه وی دوبارکه و سه‌بارکه و مضاعف میشه و زیادتی میشه در بالای گردنش. یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، و در روز قیامت میگه چین در دوزخ پست و چی خار و ذلیل میشود، جاویدان در دوزخ خار و ذلیل میشود. اون کسی که غیر خداوند اله میگیره. انا خداوند در همین آیت میگه که میفرماید که یعنی که بین خداوند کافرا را والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، زنا را با چی مشابهت کرد؟ زنا را با کشتن یک نفس، یا که با چی با پرستی آورد برابر کرد در همین خداوند زنا را. گفت که ولا يزنون و من يفعل ذلك، کسی همین کار میکند، یعنی که کسی که به خدا شریک گم یارد، کسی که نفس انسان به حق میکشه، اون نفسی که خداوند حرمش کرده گیه. ولا يزنون، آن نفسی که در عکس زنا میکند، چیکار میکنه روز قیامت؟ روز قیامت خداوند ما میخوره چی؟ گناهگار. روز قیامت خداوند وای نمیبخشد، در دوزخ ابدی میماند. برای همین برادر از زنا دستکشی در کار، زنا کاری خوبی نیست. با در آیت دیگر، در آیت سوره مؤمنون آیت 5 میفرماید که والذین هم لفروجهم حافظون، آنانی که میگه چین یعنی که حفظی، یعنی که همون چی میگیم فرج خودشونه یا که آلتای مردی و زنی خودشونه نگاه میدارن الا علی ازواجهم، فقط برای چی؟ شوهر، یا که فقط برای زنش، او ما ملکت ایمانهم، فقط برای زنش و چی؟ و فقط برای ما ملکت ایمانهم، اونایی که چی کنیز، برای کنیزش فقط برای کنیز خواه رفتن به نکاح درسته. فانهم غیر ملومین، روز قیامت آنها چی؟ آنها را ملامت نمیکنن، سرزنش خارزار نمیشوند. و فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که غیر همین کار، غیر که همون آلت مردی خودشه، عضو مردی خودشه، اگر که غیر زن و غیر کنیز استفاده برای چی در حرام دست زنه، فاولئک هم العادون، اونا اون نفرانی هستند که حدود خداوند، حدودی که خداوند با آنها را کشیده بود و مانده بود و تجاوز کردن و حدود گذشتن و حدود. باز در آیت سوره اسراء 32 آیت میفرماید خداوند که ولا تقربوا الزنا، زنا را نزدیک نشوید. زنا برای چی نزدیک؟ خداوند نگفت که زنا را چی زنا نکنید، گفت خداوند که زنا را نزدیک نشوید. زنا از بزرگترین از گناهان است که بعدی شرک بالله، شرک به خدا هست. فقد قرنه الله بالشرك، خداوند در این آیت گفتیم در بالا این مقایسه کرد، این برابر کرد با چی؟ با شرک خداوند و با قتل النفس و کشتن نفس بگناه. لما فيه من اضاعه الانساب، برای چی؟ برای که وقتی که انسان که زنا میکند، اگر که زنا با زن شوهردار کند، پس اگر حامله دار شود، بین چی قدر ضرری که به انسان میرسد، به شوهر او میرسد، به خودش میرسد. او کودک اگر کلان شود، در قطعی خواهر و دادر این زندگی کند و به آنها را محرم نیست، اکو دادر نمیشوند. یا چی قدر ضرری به آنها میرسد، به یک عائله. و بین
و انساب و انتهاک الحرمات، پایمال کردنی حرماتی که خداوند من کرده است، و اشعال عداوت و البغضاء بین الناس. درباره این چی می شود؟ گفتیم در اینجا چی؟ در اینجا اشعال العداوت و البغضاء بین الناس، بین مردم دشمنی را چی؟ دشمنی را جاری میکند و چی؟ بدبینی بین مردم می شود. وقتی که اگر فهمند جنگ جنجال می شود، من افساد کل منهم امرأة صاحبی، فساد کردنی یک زن یک دیگر را، دختر یک دیگر را، خواهر یک دیگر را، برای همین در این درست نیست. و فی ذلک خراب للعالم، برای همین خراب در عالم است، برای عالم است. ولهذا كان الزاني محسن من ثلاثة الذين حل الله دماءهم، برای همین خداوند متعال مردی که زن دارد، مردی که زن دارد و زنا میکند، پس خداوند از همون 3 نفری که خداوند خون آنها را حلال گفته است، خون آنها را حلال گفته است که آنها را اگر که چی دستگیر کنند در وقت زنا کردنشان، آنها را سنگسار میکنند. برای همین برادر سنگسار کردن این خون او حلال است، برای همین در دعوت اسلامی آنها را سنگسار میکنند اگر دستگیر کنند یا که اگر اقرار کنند. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث البخاري ومسلم است که عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم، از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که فرمودند گفت: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحد الثلاث، جایز نیست، حلال نیست خون مرد کشتنش، درست نیست. هر یک مسلمانی که شهادت میدهد لا اله الا الله و انی رسول الله و من رسول خدا هستم، فرستاده خدا، مگر در 3 حالت کشتن او درست است. ثیب الزانی، اون نفری که چی؟ نفری که چی است؟ زنی شوهردار و شوهری و زنی شوهردار و مردی زندار اگر زنا کند، میگن ثیب الزانی. و النفس بالنفس، اگر کسی یک کسی دیگر را به حق بکشد. و تارک لدینه، و چی ترکننده دینش، کسی که دین اسلام را ترک میکند. المفارق للجماعه، و کسی که جماعت مسلمانان را از او دست میکشد و جدا میشود. و برای همین فقد توعد الله، پیغمبر خدا چی داده است که روز قیامت قال لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن. در حدیث خود میفرماید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که وقتی که انسانی که زنا میکند، در وقت زنا کردنش وای مؤمن نیست، یعنی که چی در وقت حالت زنا کردنش چی ایمانش نال، گفتیم اون روزا 0 میشود، ایمان 0 میشود در وقت زنا کردنش. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، از أبي هريرة روايات از أبي داود در سننش از أبي هريرة روايات است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: اذا زنى الزاني خرج منه الإيمان، وقتی که آدمی که زنا میکند، زناگر، ایمان از بالای سر او میبراید، ایمان از او میبراید. فكان كالظلة فإذا انقلع رجع، ایمان میگه در وقتی زنا کردنش از بالای سرش، در بالای سرش میگوید رنگ یک چی میگن زانتک برین، رنگ یکی که سایگی میکند در بالای سرش. فاذا انقلع رجع الیه ایمانه، وقتی که از زنا کردن بین در مجرد در وقتی زنا کردن ایمان از سرش میبراید، مجرد که زنا را بس کرد ایمانش از سر نو به او میگردد. برای همین در وقتی که بس میکند انسان پشیمان میشه، توبه میکند، از همین ایمان به او میگردد. والله تعالی اعلى و علم. و در حدیث صحیح بخاری و در حدیث امام بخاری در کتاب صحیحش فی حدیث النبی صلی الله علیه و سلم الطویل، حدیثی که خیلی طولانی هست، دراز است. فيه جاء جبريل وميكائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم، جبرائیل علیه السلام و میکائیل و پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند قال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور، گفت که وقتی پیغمبر که میرفتن به پیغمبر نشون میدادن، بعد به پیش یک چیز داشتن، یک مثل تنور را میدونید، تنور تاجیکی. و احسب انه كان يقول، و فکر کردم که گمان کردم که وای میگوید فاذا فيه لغت و اصوات، و من در همون تنور شنویدم که تنور اخیر معدنی، تنور کلانی که در دنیای آدمان مثل تنور شکلش بدونه که فاذا فيه لغت و اصوات، من در همون درونی همون تنور آواز میشنویدم. چی آواز است؟
قال فانطلقنا فيه فاذا فيه رجال و نساء عراة. در همون تنور در دروش آتش بود. وقتی که من نظر کردم در درون او تنور فاذا فيه رجال، در درون او مردا و زنان لپلوچ بودند، برهنه بودند، مرد و زنان برهنه بودند. و اذا هم یأتیهم لهب من اسفل منهم، از تگ پای آنها چی میگن کو آتش، یعنی که چی میگن آتش، همون لخچه میگن کو لخچه علاب، که لخچه چی آتش از تی پای آنها می آمد، از تی پای آنها لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضو ای صاحوا من شدة الحر. وقتی که از تی پاش می آمد عذاب، که همون لخچه علاب که می رسید، آنها داد و فیغان می زدند، داد و فیغان میکردن. فقلت من هؤلاء یا رسول یا جبرئیل، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حیرت ما گفت که ای پیغمبر چی جبرئیل علیه السلام، قال آنها کی هستند که یک عذاب سخت میبینند؟ در جواب جبرئیل چی گفت؟ هؤلاء الزنات، آنانی که زنا کرده اند از زنان و مردان، و الزوانی، زنات این چی هست؟ از مردکهای زناگر، و الزوانی زنکهای زناگر. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيعة من أصحابه على أن لا يقعوا في هذه الفاحشة. در همین حالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که در چی بود بیعت چی بود؟ گفت کو شریک نبیارید، قط نفس انسان نکشید به حق و زنا نکنید. همین بیعت پیغمبری بود که از صحابه ها گرفت که در فاحشه باید واقع نشوند. وروى البخاري ومسلم من حديث عبادة ابن سامت، بخاري ومسلم حديث عبادة ابن سامت روايتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال قفت وحوله عصابة من أصحابه، وجرد برخي أسي صحابقان بدن، قفت بايعوني على أن لا تشركوا بالله، بیعت کنید مرا که شما به خدا شریک نمیارید، ولا تسرقوا، بیعت کنید که شما به خدا شریک نمیارید، بیعت کنید که شما به خدا شما دزدی نمیکنید، بیعت کنید که شما زنا نمیکنید. حدیث گفتیم در چی؟ در بخاری مسلم. یعنی پیغمبر از آنها بیعت گرفت، عهد و عهده گرفت که شما باید زنا نکنید، شریک نیارید به خدا و دزدی نکنید. و چطوره که امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگوید ولا اعلم بعد قتل النفس ذنبا اعظم من الزنا. امام احمد ابن حنبل میگوید که من نمیدانم بعدی کشتن یک نفس به غیر حق گناهی که بزرگتر از گناه زنا باشد، از زنا کردن باشد. یعنی که حتی زنا کردن بعدی چیست؟ بعدی کشتن یک نفس بیگناه. وقال المنذري رحمه الله، امام منذری میگوید که صح ان مدمن الخمر اذا مات لقي الله كالعابد الوثن. خیلی که روایت شده است که درست است، همین که کسی که مدمن همون عراقی که از عراق چی به عراق طاقت نمیکند، مدمن الکحولیک میگن کو مدمن الخمر، همون الکحولیک که کسی که همون عراق بچی دائما و استمرارا میخورد، وقتی که روز قیامت خداوند که با میخورد مثل کیست؟ مثل عابد الوثن، مثل بت پرستی هست. ولا شک ان الزنا اشد، ولی زناگار سختتر و شدیدتر است از چی؟ از عابد الصنم، از بت پرست. و اعظم من شرب الخمر، برای چی؟ برای که وی از عرق نوش در گناه بلندتر است. بسم الله